پدر یک جوان تاجیکی با گناه جنگ در سوریه به زندان محکوم شده است میگوید که فرزندش بیگناه است. فیضعلی مومینوف پدر بحریدین بر رادیو آزادی گفت که پسرش تنها برای تحصیل به سوریه رفته بود و به شورشیان در آن کشور کمک نکرده است. باشه ما 2010 میروه در سوریه بین المللی سوریه همه شد تو اونجا وجود رو کردن که خونی وقتی جنگ میشه خیلی میتینگ میاد 5-6 ماه چی میتینگ میشه بعد میاد جنگ سخت میشه موی اول فبرال هم میتینگ ساخته بود موی 11 اومده بود اومده بود. از این پیشتر دادگاه عالی تاجیکستان 3 دانشجوی تاجیک را که در سوریه تحصیل کردند برای شرکت در جنگ‌های داخلی آن کشور به 2 ساله زندان محکوم کرد. در شهر دوشنبه سر از سال آینده قیمت آب و استفاده از سیستم فاضلاب 20% بالا خواهد رفت. سر از ماه ینوری سال 2014 ساکنان بیناهای از 1 تا 12 طبقه برای استفاده تقریبا 11 متر مکعب آب و استفاده شبکه فاضلاب باید 4 سومانی و 54 درم بپردازند که نظر به قیمت فعلی 4 درم بیشتر است. خبر بالا رفتن قیمت ها بعضی از ساکنان پایتخت را غمگین کرده است. برای آب میبیم پول میگیرم اگه ما پول داریم 200 سومون میگیرم اگه ما پول گیرم. مصرف بی‌حدی آب از طرف ساکنان و بالا رفتن قیمت خدمات دیگر در دوشنبه را از سبب‌های بالا بردن قیمت آب و استفاده از سیستم فاضلاب در پایتخت تاجیکستان گفتند. در دوشنبه روز 27 دکبر صدها ماشین در راههای شهر درماندند و ساعتها حرکت کردن نتوانستند. به گفته شاهدان بعضی از ماشین‌ها مجبور بودند غیر قانونی به سمت مقابل برآیند و از پیاده‌روها حرکت کرده به راهشان ادامه دهند. سبب‌های جمع شدن ماشین‌های زیاد در پایتخت را سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به یک یتیمخانه دوشنبه می‌دانند که پیش از هر حرکت ماشین‌های او عمدتاً بعضی از کوچه‌ها در دوشنبه را می‌بندند. در همسایه کشور تاجیکستان در پارلمان قرقیزستان 2 وکیل مردمی هنگام بررسی مسئله کان طلای بحث برانگیز قمتار جنگ و دعوا کردند. اموربک تکبویف رئیس سابق پارلمان در این زور آزمایی رقیبش مرادل مدامینوف را به زمین افکند ولی وکیلان دیگر به میانه درآمده آنها را از هم جدا کردند. پیوسته ایراد گرفتن اموربک تکبویف هنگام سخنرانی وزیر اقتصاد سبب به خشم آمدن مدامینوف و جنگ وکیلان شده است. اخبار و گزارش‌ها و عکس و ویدیوهای دیگر در تارنامه رادیو آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و نکلاسنیکی و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.